در بوندسلیگا باشد نفری خرده‌ای ستاره شو با نسب بیلینگم می‌خواهد که با کمک خویشاوندان ضد سرمربی تیم اسیان بردارد. دقیق‌تر کرده گیریم اینجا گپسری ناراضگی نیمه‌نهاییگر بروسیا دورتموند جو بیلینگم از قرارهای سرمربی تیم نیکا کوواچ می باشد. بیلینگم خرده‌ای از کم شمار بودن وقتی بازی در میدان ناراضی بوده، حتی تهدید هم کرده است که میتواند از بروسیا زردپوشان رود. او بران است که نیکا کوواچ برایش وقتی کمی بازیکنی می‌دهد و تنها بر عوض جراحت برداشتگان به او امکان پیدا می شود. همچنین پدری جاب نیز بعد اجازه نگرفتن بهر ورود به اتاق لباس عوضکنی دسته پسرش در غضب آمده تهدید و عصیان جانبی سرکرده زنبوران کرده است. در این قضیه البته که میتوان مربی را هم درک کرد و باید گفت که اگر چنین بازیگران تا حال ستاره نشده جنجال‌هایشان بالاتر ستاره در آسمان هاست، پس یگان آینده نکو را نمیتوان از دسته همین طایفه بازیگران تخمین زد.